خاموش شد اون سلاح. خدا لعنت کند. نیست. حتما اون رو یافتن لازم. وجاهت نجوم، سلاح در کجا است؟ بگو سلاح در کجا است؟ گپ زد، سلاح در کجا است؟ تو میگویم ای آدم، سلاح در کجا است؟ نجوم. بر شرطنامه همان خیانت کردی، جزایش را خواهی گرفت. به زهرا یگان چی شود؟ همتون را میکشم. دفع شود اینجا. خبر باشید. یا خدایا، ای حیف بر شما. کار را بینید. این دختر هجری را یک بار گوش کرد، دین را قبول کرد. شما همین قدر میروید و میآید، هیچ تغییر نمیابید. گوش کنید، دل شما از سنگ است مگر ها؟ نه، دل شما از سنگ است. از من دور گردید تا اینکه با تقوای من تأثیری بد نرسانید. اکای کانون، این شایدوچه برای دل هجری را به دست آوردن این خیلی رفتار دارد. با خدا اگر نه از سورا را پرس از یاد نمیدونه. باور کنین مردا. بس کن. تو این را از کجا میدونی ها؟ از کجا میدونی؟ دلش رو کشوده، درونش رو دیدید؟ وای چی شد؟ وای، با فکرم هجری باز دختر رو رد کرد. بینو را چی خیل زیباست. راست است. هجری شرمنده امان میکند. و این زیبا سنمی ترکیه را رد میکند. من باید این کار را حل کنم. بداو کی برو. خانم سلام. خانم سلام. این خدایا، این خیل نمیشود. هجری لعنتی به چه حال گرفتارم کردی؟ به تلفن テレフォン تلفنت جواب ده زهرا. تلفنت را بردار، زود باش.
زود باش جانم، کنیز جواب ده. التماس جواب ده. خانم سلام، خانم سلام، خانم سلام. سلام. چی شد؟ با هجری یک دیگر فهمی کردید کی خانه دار میشه؟ вай акай канон ҷаноби ҳиҷрӣ бисёр зора тавалло кард, аммо ман гуфтам ҳанӯз барвақт аст, каме бояд фикр кунем. خدا خوشبختتان میکند انشالله. شام بخیر. шом бахайр акай канон. оҳ ҳиҷрӣ, ман туро нишон медиҳам, туро зери поям мекунам, ховиди. زود باش، زودتر. گریه نکن سومن جان، مرا زیغ میکنی. ببین سومن جان اومدم. سومن کوکریکو. بین چی یافتم؟ بوزی چوت رو یافتم دخترم. بین با ما بوزی نمیکنی عجب سومن. بین 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 کنی بگیر. من مادرم رو میخواهم، مادرم رو. تمام دخترم، مادرت میآید مادرت. تو پروا نکن، مالش جانکم. اما که پلیس، من میخواهم مادرم حاضر بیاید. این خیل باشد این خیل میکنیم، مثل خانتون بازی میکنیم. گویا که من پدرت هستم، اما که شوکتت اوچه جانت. چرا من مادر شوم؟ تو خودت شو. سومن جان دخترکی من، انا ببین مادرت به نزد تو آمده است، برای تو لختک آورده است. شیرینکی من تو رو میبوسم. جانی من، الهی خداوند پدرت بخشه، به پدر مونی. شوکت پدر نالت به عقلی خیلی گپا میزنی. باور نکرد. گوش کن آچا جانی سومن، شوهر جان تا گوش کن. چرا دختر من گریه میکند؟ یا اینکه تو بازی چاهایش رو گم کردی؟ ای بچه چی با مرا میزنی؟ زنک بخلی نکی کی میزنم؟ من چی؟ من زن هستم. هم مردک اوچای سومن البته که زن میشه، رنگ مو مردک نمیشه. چرا من زن میشدم؟ چرا من مادرش میشدم؟ زنک جان جنجال و یک طرف مونو گپی ما رو با دقت گوش کن. برای چی دختر جانی من گریه میکند مادرش؟ یا که تو رو زدی همین خیر؟ دعا کن که این کودک یتیم است، وگرنه حیف بر تو بر این مرد باد، تو بر این مرد گردنش شکند. یگان بار به خانه در آمده پرسیدی که چیکار کرده ایستاده، گرسنه، سر چه حال دارد؟ یگان بار پرسیدی؟ از صبح تا شام خانه رو میروبم، میشکم و تازه میکنم. وای بر تو بر این مرد، وای بر تو بر این مردی خانه بیزار. دنلت مردک بوده شما. زنک سر ویرانه در کار بار خسته شدم، میام با درمی خانه روزی دراز گپای سفسطه تنه گوش بگیرم. بس هم خیلی خدایا مرا مردکم زده افتان، مرا زده معیوب کرد. به خدا قسم میخورم از بالا شکایت میکنم. همه خیل مردک بودن نبودنش خوبتر از بزارم از رویش. گوشو ماینه من خوردی، خدا بگیرد تو باری زنکه. حیوانی توی خسخ میزنی؟ آها زنکی شاورکو شبین، من برای خرسان کرده دختر تر زده استم. تو بیعقل مرا میزنی؟ باشه تو مرا زدی. زنه بیعقل اول تو زدی دستی مرا و من جواب زدم. در پیش کودک عصبا ما ویرونه که از گل تمه دارم. حیوان چی در پیش دختر شاورتا میزنی؟ تو خیال میگی اگه من رومور میشدم بودم از زنک بودت. اونم به دختر جان خندید. خورا بی؟ کودک خندید. بید میکشم او رو. مادرت رو پدر میوزم میکشم. ای بچه نفسم گریفت. این کودک رو خواندیم لیکن خود ما کارها ناخوب کردیم. ای سرت حیوان. بخشش زنک جان بخشش. هر کی خنداند یتیمی خسته رو باز یابد جنتی در بسته رو. هر روی تو بر شوهر سیاه برای تیز به دختر مشکلت بیار. ای تو چیکار کردی؟ از پشت تو شده دست لختک کند آخره؟ نخواست شد. بیا تو هم بایمه بد نکنه. این دیگر در جایش نمیچسبد. یا خدایا. سومن دخترم گریه نکن. من پگو از این دیده زیباترش رو برای تو میخرم. 10 تا بخر 10 تا. حاضر بیارد. تمام خیلی باشد پروا نکن. من پگو نزد لختک فروش رفته، از این لختک 10 دانه میخوام. من حاضر بازی کردن میخواهم. میگه حاضر بخره. در این نیم شب بازار کاروان شدگی باشه. به خدا لیوا من در 45 رفتم یگان بار ندیدم که بازار کاروان شوده کار کنم. سومن لختک رو با سپرکله
نمی شود. زهرا شکر که به تو چیزی نشده است. اگر به تو چیزی میشد من چیکار میکردم؟ به شرف. اگر باری دیگر چنین کنی هم خودت هم دوستانت میمیرند. ایستا چیزی نیست. آرام شو آرام باش. منم زیا چیزی نیستم. بخیر است. چرا در این وقت شب دعوت کردید؟ کاتا کلاس با شرطنامه همون خیانت کرد. برای کشتن من پنهانی به اینجا در اومد. چی خیر؟ گرچه با او جواب لازمه را دادم، فکر میکنم دیگر این خیل کار نمیکند. ولی رود او بار دیگر این کار رو بکنه تو برای کار وی جواب میگویی. شرطنامه همون را قطع کرده و محبس میروی. این قرار به اخلاقی نیست؟ یعنی خطایی که کاتا کلاس میکرده است من چه خیلی جوابگر میشدم. هم با اون کار کردن رو من نمیخواستم، این رو شما خواستید. تا وقتی که یک جای کار میکنید جزای خیانت رو نیست، یک جای میگیرید. این خیلی باشد یک جای کار نمیکنه، به این هم خیانت کرده است. کافی سونال که جدا شدنتان رو من میگویم. من این کاری نوتم. در این لفافه رسم و مکانی گردنبند دوران بیزانس از عصر 11 است. آن را گرفته به من آرید. چی گپ است زیا که نصف شب به اتاقی من اومده مرا به آغوش میگیری؟ چیزی نیست جانم، یادت کردم آمدم همش همین. زهرا دوست داشته ای من است. ازت دور باش. خاموش باش توتی احمق. خواب کن کریم، ما با زیا چیزهای مهمی رو گپ زده ایستادیم. چیزی مهم؟ این خیل نکنه زهرا. زیا توی رو یک سو گذار. چی گپ شده است فهمون کنی؟ چرا اینقدر خواطر می نمایی؟ چیزی نیست. زنگ زدم به تلفنم جواب نداد، تشویش شدم، گفتم رفته بینم همش همین. زیا با این اومدنت مرا به آغوش گرفتنت اگر فکر کنی که من تو رو میبخشم خطا میکنی. حاضر باشد به من فهمون چی کار کرده ایستاده؟ خدایا دوست داشتم رو یاد کردم، آمدم که بینم. بالای این سرزنش میکنی زهرا، از برای خدا این خیلی نکن. یادت کردم. رهایم کن. رها نمیکنم خدایا، رها نمیکنم. من باز آغوش میگیرم. شد زیو بین، من این بار هم تو رو میبخشم، اما بار دیگر کاری غیر قانونی کردنت رو بینم یا که شنوم تو رو اصلا نمیبخشم. من چیکار کنم آخه؟ چه خیل به زهرا گویم که دوست داشتت رو میکشم؟ گفتم مرا تهدید دارن. بران لعنتی، حساب همین رو از تو خواهم پرسید. چی را فکر داری زیا؟ کی من؟ نه من. بله تو چی را فکر داری؟ زیو سفسطه نگوی، البته که تو. جانم من چی رو فکر میکردم؟ باز البته که تو رو فکر میکنم. با تو خانه‌دار شده خوشبخت شویم، دیگر هیچ چیز در فکرم نمیاد. دائما این رو فکر میکنم. کی رو فکر کردی؟ وقتی که به تو گفتم که غیر قانونی کار کردنت رو ببینم تو رو اصلا نمیبخشم، همون وقت فکر کردی. من همیشه تو رو فکر میکنم عزیزم، چرا تو نمیفهمی؟ از راستی. خوب این خیل باشد این رو هرگز فراموش نکن. اگر کار غیر قانونی کنی مرا فراموش کن.
من چرا این خیل کار میکردم؟ من کارها رو بس کردم آخر. چرا باور نمیکنی؟ کافی است آخر. من ابله هستم، به خاطر آن کارها از تو دست میکشم، برگشته به تو میآیم. مگر این خیل کار میکنم من نمیدونم زیو. از پست میپایم، خبردار باش. خوب شد از خانم. سومان جان گوش کن، تو اینجا با همه که شوکتت نه زکک بیشی گپ گپون، چون که بیرون خونوک هست. تو نیا، من کم تربت برای تو لختک های بسیار میورم. مایلش مثل که مایلش گفت. بله بله. وظیفه نام مبارک باشه. بچه میگه جنایتکار بردستی چی گفت شد؟ وای میگویم که نکنی. چیکار میکنی؟ شوکت قلفی مغازین برا ببین زنه کت میگیره. کنی بینم محکم بوده است. حیران شدم. منتظری چی بودی؟ فروشنده تو رو نگاه کردم میایستاد. عجایب گپ میزنی. در شکسته بود رو. به عقل من پلیس هستم. در کجا دیدی که پلیس در این مغازه دربسته رو شکسته به درون در اومده دوزی کرده است؟ سرسته نگو لیوا. ما از خونه برای چی بر اومدیم؟ تو با اون کودک وعده کردی که لختک میگیرم، باز 10 تا گفتی. بین منتظر است بیچاره. در رو شکسته به درون درو. یا خدایا، هم مردک من پلیس دم، همین کارو مرا نمیزیبه. مرا میزیبه همین خیلی؟ مرا میزیبه. ما از مادر دوست به دنیا آمدیم، همین خیلی؟ من میدرایم. زنک داخل نکن بست. یکی در مغازین میدره پلیس میخپد. سو من به مادر میمونم، من به زن میمونم. بچه خیلی میشه کارو بود. از برای خدا لیوا، از برای خدا به من جواب ده. ما در همین نیمی شب در همین برف برای چی آمدیم؟ دزدی که نکنیم برای چی آمدیم؟ به خدا نمیدونم شیف، خو حیران شدم. ولی اگر لختک نبریم سومان بسیار زیق می شود. همین خیلی؟ البته زیق می شود. بین کودک بیچاره منتظر است. به خدا لیوا بسیار فکر نکن. در رو شکسته به درون درو. وقتی برآمدن در روی میز مکتوب نوشته گذار میرویم. چه خیلی مکتوب شوقا؟ نویس که خاله جان مغازین تا ما غارت کردیم، بخشش زیاد. دیگر چی می نویسی؟ نویس که چیزی گرفتم اومدم من پولش رو پگاه می سپارم. این مردانوار است. تمام. شوکت یک لحظه، من در این مغازه رو کشوده نمیتونم. چه خیلی میکشم؟ این رو با من گذار. منتظر شدم. در بینش اندازو توشته. میگوی بشکنمش؟ بله. تمام. خیر تو بنازی سماره زود باش. راه. اوف. شالا یگان شناس ما رو اینجا نمیبیند ها؟ بسیار طوری بود است. چرا از کجا در گیرونم؟ عجبا لختک ها در کجا باشنده؟ اما کلیوین رو بسیار دوست می‌داری یا مرا؟ هر دویتان رو. هر دویمان را نمی‌شود. بین اما کلیوین تو رو پرتافته رفت، اما من همراهی تو هستم. اما او برای من لختک میارد. کنی بینم؟ اینها روبوت ها هست. بودی چای بچگان ها سیلانه اینها نمی شود. انا اینها خیل سومان اینها رو بسیار دوست می دارد. اینها رو گیرم هر خیل گوناگون گیرم. بله اینها می گیرم. با خدا سومان اینها رو دوست می دارد. پیانینا
در کودکی پیانین را دوست داشتم لیکن پول نداشتم. حالا این را میگیرم برای خودم میگیرم. در کودکی ما خیلی بازیچو از کجا بود. بنیامون کشاد 5 پسنه داشتیم میگشتیم. تسلیم شو پلیس. بچه آرام باشید، ما هم کارمند ارگانیم. کمیسر لیون؟ بله خسته نباشید بچه ها. من برای صاحب مغازه مکتوب نوشتنی بودم ولی شما آمدید خوبتر شد. یک از شما در این مغازه میمونید. پگاه همراه صاحب مغازه صحبت کنید. ضرری در شکسته و پول این بازیچه ها را سردارم لیون پرداخت میکند میگوید. فهمو سردارم. تمام. یگان بازیچه در که باشه بگیرید من پولشو میدم. رحمت سردارم. سومن جانم چی خیلی معقول از شد دخترچه ها زیبایند. خیلی معقولش نمیشه. همین خیلی معقولش است که ببین بازی داره باور که هر دیما را نظرش نمیگیره. با فکرم تو جینگ جینگ داری برای همین نمیشنود. چه جینگ جینگ؟ اما مردک چینی چی ننواختم نفهمیدی؟ موسیقی نواختم کو؟ موسیقی مینوازی؟ مثل دیوانه ها توگمه ها رو زیر کرده ایستاده. همین نه نوازی خوبه. میبخشی این رو برای کی گرفتی؟ راستیگه برای خدمت گرفتم شوقا. خماره کودکی من شکستیستم شفقتی جو. بیشوخی؟ من هم وقتی که کودک بودم بنای و سرنای حوث داشتم. وقتهای بیکاری هم مینواختم. وقتم خوش میشد میرفتم. ها مردک با یک سخن نکردی کرنای شدی چرا میرفتم این خانه شو میآورد و مینواختی. ها چیل خنده آورد. از خنده را مردم. نه نواز گوش کشی خو. لا 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 لا. اوی کلتا کیلسی به شرف. من به خبر برای کشتنی بارون میروی. مرا خبردار نکرده. جوابش را از تو خواهم پرسید. تو از پی چی هستی ها؟ با من خبر نداده چرا این خیل کار کردی؟ یا ابله اگر برای مرا میکشی مقصد تو مرا کشتن است؟ چی علاقه دارد؟ نه مجبور شدم. وگرنه زهرا از من جدا میشد. میفهمی؟ کاری نکردم. مرا با زهرا تهدید کرد. اکنون مجبورم وظیفه‌هایی که میدهد اجرا کنم تا وقتی که یگان راهی دیگر نیابیم. حالا که وظیفه نو داد رو تو خوب کن. چی وظیفه؟ از موزه گردنبندی شاه دختری بیزانس رو میدزدیم. اوها. چی آها؟ من هم همین خیل گفتم. پگاه شب باید این کار رو حل کنیم. اوف چی گپ هستن. ای خدای مهربانی من. این خیل باشد تو رفته گرد و اطراف آن آسابخانه را از نظر گذران. پگاه نقشش را میکشم. چرا من میکردم این دفعه تو کن. یا خدایا من پگاه در مکتب امتحان دارم. باید به امتحان روم. چرا مسئله مکتب را دراز میکشی ها؟ چه کار کنم برادر؟ حیاتم را محو کردی. یا خدایا از پسی ما نمیگشتی. ما هم مثل آدم‌های مقرری زندگی میکردیم. از پشتی تو شده مثل گریزه ها زندگی داریم. اکتیار جانی من چه خیلی زیبا خوابش برده است. مثل ملائکه خوابش برده است. وقتی لختک ها رو دید چه خیلی خرسند شد. مادر جان من رو تنها نگذار. بیچاره مادرش رو در خواب دیده ایستاده است. شوکت ما مادر این دختر از کجا پیدا کنیم؟ چی میدونم لیوا؟ پلیس تو هستی. من از کجا میدونم؟ این دختر چرا فقط مادر میگوید؟ پدر نداره؟ پدر این دختر کی باشه؟ نمیدونم شوکت. تو مادرش رو نیابیم پدرش رو نمیابیم. اوه دختره که بیچاره. آها انا این از مادر سومن. اما که پلیس بیا با باغچه روه من در اینجا زیق شدم. اوه ما قربان تو شومه. بیا تو دلگیر شدی؟ تو در اینجا زیق شدی؟ تمام سومن جان این خیلی باشد ما بیرون میرویم با باغچه بازی میکنیم. باز اما که شیخو رو زنگ میزنیم او هم میآید. وایلاش تمام دختر جان انا اینها رو تو بگیر میرویم. اما که پلیس صد قربانی تو شود بیا میرویم دختر جان. اینقدر تو باز مینسی سومن جان. بله بچه ها
20 دقیقه ماند. کمتره که دیگر کوشش کنید. ارتیق ورق ما خالی است. از من هم خالی است. کمی ایست بینم استاد میبین. رو بردار نکن. بچه ها گوشی همه به ورق خودش باشه. اگر بردار نکنم از امتحان میافتم و درسی تمام نمونیم. اما استاد سوال ها زیاد نیستن مگر؟ یعنی وقت نمیرسد آخی؟ میرسد دختر. بچه ها در این امتحان از همدیگر روبردار نکنید. میدانید که در درس دین روبردار گناه هست. میسوزید. من نفهمم هم در آن دنیا میسوزید. فراموش نکنید. این گردنبند رو چه خیلی میگرفته باشه؟ این کار نمیشود. جونی من چه خیلی بازی دارد. لیبا اگر مادر سومن نآید تا آخر عمر تو رو نگاه میکنی؟ یک جای نگاه میکنیم شوقا. یک جایه؟ بله. مثل پدر مادر. من به خود یک پرابلم زیادی امو ایرا یک جا نگاه میکنم. اماکی شوکت مرا دکت چلیک تلمیتی. اگر تو خواهی من برای تو میمورم. یا خدایا این زبان شیرین رو ببین. تو چی قدر شیرین هستی؟ این خرش رو آب برد. این گردنبند رو از اینجا دزدیدن غیر امکان است. اگر دستگیر شویم چی؟ دستگیر شویم مشهور با دزدی اثرهای تاریخی میشویم. اوف چی خیلی دزدی کنیم این را. بخشش صدای تلفنم برام. جواب دادنم لازم. شما آرام باشید. ما گیر نمیست. لبای زهرم عشق مرافعه سودی به نزدیکی میشد است. بعد از نصف روزی به سود میروم. تمام من میآیم. همراهی تو میشم. پروا نکن. نمیآیم چون که باید مرا میکشد. نه جانم بابایم نمیآید. پروا نکن. نزیاپم به امریکا رفته است. او را خیلی پسمال شده است. من آمده تو رو میگیرم. خیر بچه ها وقت پایان آمد. ورق ها را میگیرم. زودتر. نه همه خون دارد. زود سختر تلت اماکی شوکت. هم بردک سخت تله نکنه پره برای عباسمان جان. بچه نمیبینی چی خندیده است؟ اوپا شیخو تو سوما رو 2 دقیقه نگاه کن. من یک کار دارم میایم. با کجا میروی؟ الو شما مادر سومان هستید میخینه؟ بله شما مادر سومان هستید. این رو این کار نکنید. من شما رو در نوارها دیدم. من کی هستم؟ من همون کمیسری هستم که دختر شما رو از نزد شوبه گرفتم. شما چه خیلی مادر هستید؟ کدام مادر فرزندش رو پرتوفته دیگر به سراغش نمیآید. کودک رو فکر نکنید مگر؟ شما مگر از خدا نمیترسیده؟ وجدان هم ندارید مگر؟ مجبور شدم. یعنی دیگر سومان رو نگاه کرده نمیتوانستم. چه خیلی مجبور شدی؟ ای خانم و فرزند تو از او باید در بری تو باشد. فهمو؟
سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم. دختری دوگانه من است. ولی او مرا مادرش گمان میکند. این خیلی باشد مادر سومن کیست؟ چقدر که گفتم مادرش دوگانه من بود. دوگانم 6 سال پیش در دیسکا کلوب با یک مرد شناس شده بود. از او خوشش آمده بود. بعد از این با او رفت و آمد کردن. اول همه چیز بسیار خوب بود. یعنی زود وا خورده به هر جا سیر و گشت می رفتند. دوگانم آن وقت بسیار خوشبخت بود. ولی بعدا جدا شدن. به هر کدامش روی خودش را دوام داد. خب ولی اینها با سومن چه علاقه‌ای دارن؟ دوگانم از او آدم حامله دار شد. بچه سومن؟ بله. اما متاسفانه این رو بعد جدا شوی فهمید. چیکار کردنش رو نمیدونست. کودک رو اسقاط کند یا تولد کند. در آخر فکر کرد سومن رو به دنیا بیاورد. اما دوگانم از پدرش بسیار میترسید، چون که پدرش بسیار آدمی خطرناک بود. اگر این رو میشنید هم خودش رو و هم کودکش رو میکشت. از این ترسید. برای همین سومن رو پنهانی تولد کرد. و سومن رو من گرفتم. اون وقت در خانه اپام بودم. دوگانم زود آمده او رو میمکند. و وقتی که سومن 2 ساله شد، دوگانم یعنی مادر سومن از دنیا گذشت. دخترم چقدر بد تقدیر بود است. همین طوره. تا این وقت من رو نگاه کردم و او مرا فکر میکند مادرش هستم. ولی من هم خانه‌دار شدنی هستم. آدمی که با او خانه‌دار میشوم سومن رو قبول نکرد. یعنی من هم زندگی خودم رو ساختن میخواهم. چیکار کردنم رو ندونستم. با قراری آمدم که سومن رو در مکانی از همه امن رها کنم، چون که میدونستم که همه پلیس او رو نگاه بین کرده. از همه خطرها او رو محافظت میکنند. خدا از شما راضی باشد. در دست شما بر این آدم‌های خوب افتید. خوب و پدر سومن کی باشد میدونید؟ نامش به یادم نیست. وقتی زیاد گذشت. ولی اگر رو برایم براید او رو میشناسم. مثل که آدمی بدی نبود. یعنی فکر میکنم اگر میدونست که دختری دارد او رو نگاه بین میکرد. آیا سومن پدرش اگرم بار پرسید نپرسید؟ نمیپرسد مگر. با او گفتم پدرت یک برنورد است. یک روز از بر اومده به همه چیزی که من میدونم همین است. لطفاً او رو خوب نگاه بین کنید. مایلش خانم. خوش آمدی جنابی لیبا. کنی گپ زن در آنجا با کی گپ میزنی؟ با یگان کس. باورت کردم گپ نیست. خیر من باید روم. آشخانه رو باید کشویم. طلبه ها چای پای میپرسن. منتظر هستن. گرسنه نمونم. میستیم. کنی بوسم. تو باز دیدم اکی شوکت. یا خدایا من این زیباچه رو میخورم. خیر در پناه خدا. کنی بیا آفرین. لیجه سواری کردن میخوایی؟ نه بیا با امیت میرویم. یکی مادرم میآید من رو نمیابد. چی شد امکی پلیس؟ دخترم شما گیره دارد؟ نه دین شب گریپیم خپید. برای همین بیا عینکت را پوش کنم که جزیر شده است. من تو را هرگز تنها نمیگذارم سومن. هرگز تنهایت نمیگذارم دخترم. نترس. مایلش نه که شما گیره دارد. گفتم که گریپم خپیده است. یگان باید گیره ندارم. بیا رفتیم سومن جان. رفتیم. به این چند خوردی همه
20 30 تا آمدن زهرا همش را میخونم. گفتم چند صنف است؟ تمامی نداره داخل. اوف یه آشنا و بالاست. این خیل نمیشود. من این طلبه ها را یگان تش را از صنفش نمیغلطانم. با آنها بهای بلند میگذارم. گذرند و روند. 90 80 100. یا خدایا من در کجا باشم؟ یا خدایا من خواب ندیستادم؟ در خواب است. این خواب است. البته این خواب است. نترس پسرم، خواب است. انی خواب است؟ البته که خواب است. این باورم نمی آید. سلام علیکم. شرف بیارم. علیکم السلام. اگر من خواب بینم شرف در خود من چیکار میکنند؟ این خواب را بلم هر بیتون ایستادین. نه خود هر دوم خواب اینه که در جنگل من. امی خیلی مشتر بلم میتوان در همون باشد، میتوان در جنگل. انا در نصیب شما جنگل برآمد. حالا هم نفهمیده. سلام علیکم که دملو دیونا. گوسفند حالا نوبتی تو هم میآید. مرا خوب گوش کنید. شما میخواهید که کنعان دیوانه با خانم بانو خانه‌دار شود؟ البته که ما میخواهیم. تمام این خیلی باشد. بانو و کنعان دیوانه را با هم نزدیک میکنیم. برای این تئاتر تشکیل میکنید. چه تئاتر دملو دیونا؟ چه یعنی؟ تئاتر شیعه بود. فکر گفتم معقولتون نشد. تئاتر تشکیل میکنید. بانو را با کنعان دیوانه نزدیک میکنید. ای برای خدا نزدیک شدن چی معنا دارد؟ و خیره دملو تشتاو میته، تمور میته، برای راستی هدایت میکنه. چون چقدر دملو هستید؟ با این افت و اندام ریش سفیدن در خواب ما در آمده به ما همین رو پیشنهاد میکنی؟ در آن کله غفص شما این کلمه را زده جا میکنم. کدام ملتی که تئاتر ندارد رگهای خونگردش کنده شده است. چیکار میکنی؟ خودت چو کدیستی؟ هیچ چیز. خواب دیدم. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनू, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक. और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू. جناب کانو از برای خدا چرا به من نگفته؟ چرا؟ لطفاً این کار نکنید. همه چیز رو میدونم اکنون. چرا میدونید خانم بانو؟ با من عاشق بودنتان را. کی گفت به شما؟ نبا گفت یا شراب گفت؟ ها؟ چشمانتان. از چشمانتان معلوم است چه خیلی ابله هستم. خیر نه اینقدر وقت نفهمیدم. بله تو را دوست میدارم، عاشق تو هستم، اما من با این احوالم چه خیلی به شما این را گویم خانم بانو؟ از برای خدا جناب کانون چی کار کرده است احوالتان؟ من در چشمان و دل شما عشق رو میبینم، دیگر هیچ چیز را نه. بانو مرا سوزاندی، محو کردی. این خاندار کنی هجری با سنم از کو دست و پایم را بسته است. چی کار میکنم چی کار کنم من اکای کانون ایلاج شما رو من میدونم. چه خیلی ایلاج من میخوام که یک تئاتر تشکیل کنم. در نقش اساسی شما و بانو بازی میکنید. انا با همین واسطه شما عشقتان رو با بانو ابراز میکنید. چقدر از فکرم؟ بهترین فکر است. به این هم بابای ریش سفید همین رو گفت. اگر او گوید چیزی رو میدونسته است. بابای ریش سفید گفت؟ بله. به عقلی خوب یک کسگر با دیگر کس میگوی. من همونجا بودم کو.
ба ёд надорӣ? ҳа марда хохои ма ту баъди мо дуромадӣ дар уҷо. من میگویم من هم آنجا بودم من هم با تو در خوابت شریک هستم. бешарафи бобои ришсафед гуфт ки бояд ракаи канун мо театр ташкил кунем. ما چرا این آدم را بابای ریش سفید میگوییم؟ این همان مولوی دیوانه است. ман ҳам ҳаминро гуфтаниам шараф. ба фикрам дар хоби мо вай ришашро сафед карда бад баромадааст. ришашро ранг кардааст. хомӯш бошед ҳайвонҳо. театр ҳа? фикри хуб ба худо. мо дигар аз паси хонадоркунӣ ҳиҷрӣ ва санам намешавем, маҷбурашон намекунем, ба хонум бону наздиктар мешавем. аммо кадом саҳнаро? лекин ҳамин саҳна дар хотири унамо. رومیو و جولیت ака. ромео худи акаи канун. ғайр романтикиву маро гӯш кунед ису усул надошта бошад. боз рақсу бозӣ ҳам дорад ака. майли бай бунро ачоқ мебинид танс мекунӣ акаи канун. тамом равед омодагӣ бинед зуд равед. тамом меравем. оҳ бону оҳ маро ба чӣ ҳол гирифтор кардӣ а? ба чӣ ҳол гирифторам кардӣ а? аммо аз ман мешавӣ, ба даст меорам туро, бо ту якҷоя хушбахт зиндагӣ мекунем. худоям ай من یک چیز رو نفهمیدم. بخشیش در کجا بودن جناب هجری رو میدونید؟ هجری؟ هجری اون هسته. تشکر زیاد. همه ارزم. سلام هجری. علیکم سلام. همین دختره گفتم. میگویند عاشق هجری شده است. این هجری خپک میگردد و ما بیخبر. هجری کمی صحبت کرده میتونیم؟ در کدام موضوع؟ یگان موضوع معین نیست. یعنی صحبت کنه میگویم. موضوع معین نباشه درباره چی صحبت میکنیم؟ من در موضوعی که نمیدونم صحبت نمیکنم. این خیلی باشه درباره موضوعی میدونسته اما صحبت میکنیم. یعنی با شما از نزدیک شناخت شدن میخوام. با شما از نزدیک شناخت شدن میخوام میگویم. چرا؟ چون که تو از دیگر بچه ها فرق میکنی هجری. یعنی مثل آنها دخترباز نیستی. برای همین با تو از نزدیک شناخت شدن میخوام. شناس شوی میگویی؟ خیر شناس میشویم. بعدن چی میشوه؟ بعدن گفتی؟ میلیس جان کاری زیاد میکنی. زهرا کار رو بس کرده نیست. تو مجبور نیستی که خودت رو افگار کنی. این شرکت رو از دست او میگیرم سمی. مادامی که زهرا رو جزا دادن میخواهی شکایتت رو پس بگیر. با کلتا کلاس خاندار که شود از این دیده جزای بزرگتری هست مگر. تو چی ها میگویی ها؟ من احمد رو دوست میدارم. ای کدوم احمد میلیس؟ ای کدوم احمد؟ زیا هست تو خودی کلتا کلاس. تو هم به دروغ او باور کردی ها؟ خیر نه؟ به خاطری که به زهرا نفرت داری مردی دوست داشته او رو از دست او گرفتن به تو میزیبد مگر. تو بر این دختری زیبا در نزد وای آدم چی کار میکند؟ ها؟ تو لایق آدمی خوبی هستی. کافی سمی. من به سود میروم. این چرا عصبانی شد؟ نفرتی که به زهرا دارد کورش کرده بوده است کو؟ چون که من اینجا موندگی کلتا کلاس رو نگاه میکند چشمت کور شده است بچه خوشرو رو نمیبیند. بعدن بعد سوال میدهم بعدن. چه خیلی سوال؟ وای آدم اگر عاشق نشده مرد درست است؟ جایز نیست گفتنیه. نفهمیدم. یعنی پرسیدنیه که آدم اگر عاشق نشده مرد جایز است نیست همین خیلی پرسیدنیه. بله. بسیار سوال خوب ماشاءالله. این رو باید از استادم پرسم من. تشکر زیاد. یگان سوال دیگر داری یا نه؟ البته که سوال دیگری هم دارم مگر این خیلی میشود. اما بعدا میپرسم. ضعیفیش رو یافتم. این دیوانه با سوالها سرش رو گران کرده است. من به تو حالا سوالهای عاشقی خواهم داد هجری. به زیر پایم میافتی. شما برای چی آمده بوده؟ من برای وای آمده بودم. هجری این دختر را میگیرد با این دختر خانه دار میشود فراموش نکنید.
خدا دختر خوب توفتسته و هیچی پیسم باشد نباشد نبود. بچه ها باز نگویید نگفتی انا همینجا توی می شود میبینیم بخیر شود انشالله. раҳмати бибиам ба ман васият карда буд хост қуръонро хонданро ёд гирам. ман қуръонро омӯхтан мехоҳам. шумо ба ман қуръонро меомӯзед ҷаноби иҷрӣ? дар пушти масҷид як мадрасаи занона аст. ба он ҷо рафта аз нӯи ман гап занед. албатта ба шумо қуръон хонданро меомӯзонанд. онҳо маро бисёр эҳтиром мекунанд. хайр, ман рафта аз онро гӯям ки вақти аз он шуд. рӯз бахайр. боз ҳам ин муҳаззин маро рад карда? چه خیال هستید خانم بانو؟ خوبم جنابی کنان. شما چه؟ خوبم خدا را شکر. بفرمایید. شما تئاتر را دوست می‌دارید؟ من بسیار تئاتر رو دوست می‌دارم. بله. بسیار خوب. ما فکر کردیم که تئاتر تشکیل کرده شما رو هم در یگان نقش گیریم. رد نکنید شاد بشویم. البته که گیرید. کدام نقش رو؟ وای رومیو و جولیت است کو یک نقش از آنها می‌بازید. البته که شما نقش جولیت رو می‌بازید. ای رومیو و جولیت دوست داشته‌ترین نقش من است. چی؟ جولیت؟ جولیت من؟ رومیو کیست؟ کار تمام شد. در صحنه با تو عشقم را اعلان میکنم. از آن من میشوی بانو؟ از من؟ дигар чӣ кор кунам мана? рӯймол бастам, қуръон меомӯзам гуфтам, инаш ҳам нашуд. чӣ хел муаззин аста? шояд пай бурд ки масхара карда истодам. خانم سنم چرا روی مول بستید؟ هیجری آیدی این چی فکر دارد ها؟ шумо маро ба касе монанд кардед, аммо он одаме ки шумо мегӯед нестам. ман санам нестам. ман малика ҳастам. маро доимо ба он монанд мекунанд. кай хонадор мешавед хонум санам? ҷавоб намедиҳед. савол дода истодам хонум санам. یا خدایا شکر که تمام کردیم. از روی عدالت شود گفته به نفرانی که 4 دادم در امتحان نوبتی بهای 5 میگذارم. برابر میشود. بیا احمد بوی لبای اکای کانون شما رو در صحنه تئاتر مکتب انتظار است. صحنه تئاتر؟ بله. چه خیل تئاتر؟ این از کجا برآمد؟ بازی داری؟ مردک میره بیا بریم. نمیره اکای کانون ابگی. اوف تمام چیزی نگویه. ای برادر تئاتر است. بیا خودمان رو سرگردان اینها نکنیم. شرف گوش کن. با فکر من یا همین کالتا کلاس باشه یا برادرش باشه. با فکرت؟ همین کلاس های او را بی قد قومتش افتش همش کلاس دا مونانده. با خدا که موی لبهایش رفتارش؟ اونها رفتارش رنگ کلاس های. بسای دیگر طاقت ندارم. چی می شود؟ عشقم را اعلان میکنم چیزی شود. قیامت برپا نمی شود که. دوست میدارم. مطمئنم. این خیلی باشد چرا نمیگفتم؟ حاضر رفته میگویم. خدایا کمکم. دوستت میدارم بانو جان. چیکار کرده ایستاده؟ خدا بزنم دوستت میدارم. تو میدونی که این آشخانه را برای تو خریدم. برای تو شده آشخانه‌چی شدم. من برای تو شده همه چیز میشم. قریلیاردر میشم. برای جانم را میدهم. همچو اکسیژنی من هستی. به من بگو تو مرا دوست میداری یا اینکه رهایم کن خودم را کشم. مردم مجنون را فراموش کنند. نسل هایی که بعد 2022 تولد میشوند لیلی که به مجنون نرسیده است نیو بانو جانی که به شوکت نرسیده است بگویم. جنابی شوکت چیکار کرده ایستاده اید؟ استراحت کردیستم. دستم را رها کنید لطفاً. جنابی کنعان بینند شما را میکشند. دیگر این خیل کارها را نکنید لطفاً. یک سوم استید. انها ترسید که کنان دیوانه را میکشد. برای همین عشقش را گفتن نتوانست. معلوم که بانو نسبت من حسیاتی دارد. عشقم را فکر کرده به من چیزی نگفت.
این کار حل شد. راهی حلش هست. کانون رو زده از راه بیراه میکنم، از بین میبروریم، بانو با من میموند. شوکت با بانو میخورن زردالو، بعد زردالو میخورن آلو بالو. استاد شما را برای یک چیز مهمی دعوت کردیم. پگاه ما در اینجا رومئو و ژولیت را بازی خواهیم کرد. والدان و طلبه ها تماشا میکنند، استادان باشن بازی میکنند. میخواهیم که شما نیز با ما باشید استاد. من رومئو میشم و خانم بانو باشد ژولیت. آبا باز با این سرگردان میشویم چی بالا. من باید گردنبند رو دزدی کنم. نه جناب کنعان مرا ببخشید و همین تئاتر بازی کردن نمیرسید. به اینم کار زیاد دارم. از رومئو و ژولیت چیزی نمیفهمم. من استاد دین هستم، با این رومئو و ژولیت کاری ندارم. نقش ژولیت رو من بازی میکنم. ای خانم زهرا معذرت میخواهم اما نقش رو به خانم بانو دادیم. اما جناب کنعان من از خوردی آرزو داشتم که نقش ژولیت رو بازی کنم. لطفاً دلم رو نشکنید. خب دلتان رو نمیشکنیم. استاد احمد هم رومئو را میبازد. 2 تا رومئو 2 تا ژولیت بازی میکنیم. برای تماشا بینان هم جالب میشود. تشکر زیاد. از کودکیت آرزوی همین رو داشتی؟ البته. تو بازدید. روز بخیر. یک بارا بر آمده نقش ژولیت رو من بازی میکنم گفتن چی معنی داره؟ عشقم این آرزوی دورانی مکتب خونیم بود. در دلم مونده است. زهرا این خیلی نقش بازی کرده میشود مگر؟ نسبت صنعت احترام داشتن در زیا تو رومئوی من شدن نمیخواهی؟ راستشو بگو، یا این که ژولیت دیگری افته ای؟ زهرا از برای خدا باز شروع نکن. چی رابطه دارد؟ مشق نکرده چی خیلی بازی میکنیم؟ این اش را گفتنیه. جانم مشکلی نیست. پگاه صبح مشق کرده حل میکنیم. اوف رومئو نشده بودیم عاقبت شدیم. بیا رفتیم جانم، بسو دیر میمونیم. اکا کانون 2 تا رومئو و 2 تا ژولیت چخیلی میشد؟ تو دیوانه ای چی؟ چرا نمیشد از کار؟ در دنیا چند نفره که عاشق باشد همان قدر رومئو و ژولیت هست پسرم. شوکت چی میگوی کنانی معبد امو؟ با تو هم یک نقش میدهم. خانم بانو رو محافظ میشوی. من؟ شمشیر چوبین و سپر تشکیل کنید. شمشیر چوبین؟ بله موافق نقش استفاده میبری. انا نه با فرمان مرگت امضا کردی کنانی دیوانه. پگاه با شمشیر حقیقی تو رو پاره پاره میکنم. این صحنه برای تو مزار میشود. جانم تو دیگر جنایت نمیکنی همین خیلی نه؟ نه یعنی از زمانی که تو رو امریکایی ها دستگیر کرده بودن به جنایت دست نزدم. انشالله با من دروغ نمیگوید. بعد از شوی رفتن ممکن است. میلیس این چی کاری بی من نیست. رفته شکایتت را بگیر. احمد جان دلت به زهرا می سوزد. چی لازم است؟ جزای او این است. اما بسیار که خواهی با تو یک جایه بعداً به زیارت او می اویم. میلیس لطفاً. اگر به زهرا جزای محبس دهند چی؟ در محبس خانه‌دار شدن ممکن نیست. البته با میلیس بوری دیگر گپ زن. گوش نمی کند سمی. چیزی که نگویم فایده ندارد. اگر خانه‌دار نشوم نقشه ما برباد می رود. میلیس رو این خیل نمی گذاریم. رفتیم. احمد جان من برای تو به نزدیکی یک سورپریز میکنم. چه خیلی سورپریز میلیس از برای خدا. آی سورپریز رو نمیگویم، کمی صبر کن. شد دستم رو رها. ای وای وای کارها موافق نقشه ما نمی رود کو. ای جوانا عیب بودگیست. زهرا در حالتی ناخوب است. عیب رو دانید. چی میگویی؟ این ابله رو نگاه کن. هم زهرا رو هم میلیس رو تو دو ایستاده است. میلیس از من است، من او رو میگیرم. یعنی میگویم که خانم زهرا در وضعیتی ناخوب است. تو باید در نزد او باشی. تو چی ها گفته ایستاده سمی؟
چیکار کرده صدایی؟ چی میدونم یک بار مرا گرد کردن. مرافع صدای زهرا شانی آغاز می‌یابد. گذارید یاسنا. پاپوشی دوست داشتم را ندیدی شیرینم گمش کردم بسیار غمگین شدم گریه میکنم گیره نکن شیرینک اما زیر به مغازه میرویم نوش رو میخریم گیره نکن شیرینم دیوانه شدی مگر حاضر با کاشانه رفتن در کار وقتی که تو لباس هایم رو میپوشی من باشم موریام رو رنگ و بور میکنم با مکتب دیر موندم نمیخوام نمیخیلی بله شیرینکم یا بدرو ساردار مکانی پلیسی دیوانه رو یافتیم. مالی شدی چه برازی میام سومن جان تو در اینجا با لختکت بازی کن من رفته جنایتکارا داشته میارم میلش جان لختک تو لباسهایش رو عوض میکرد رویش رو رنگ و بار میکرد از اینجا دوام بیده خیر دخترم من میایم چو کده بچه دیوانه در کجاست؟ انا آنجا سردارم. برای چی نقبیدنش؟ منتظریم که توامش را خورد. آفرین انا پلیس حقیقی همین خیل است هم جسارت دارد هم رحم راستگوی هست و صاحبی وجدان و تو زمانی که در تشکیلات این خیل آدم ها هست نگرزد ایستا پلیس دیوانه دامونه دیوانه ایستا بچه بس چوب زنده خرم یا خدایا توبه یا خدایا پلیسی حقیقی من هستم پلیسی حقیقی من از راستی منم مردک بس اگون کار نمیکنه فقط نصیحتت میکنیم بس بگو بچه بس کشتی ما را ایده بیدنه ایسد میسازانم شما را میسازانم گفتم نزدیک نده خودت نکنه خدا پلیسی حقیقی من هستم بچه بس نکن خیلی دویدن هایتان بفایده است بفایده مردک بس سر یک خلاصه بیایم بس نده امک جون خیزه چون خوب هستید امک جون با شما چی شد امک جون خیزه امک جون خوب هستید چون با شما چی شد خیزه چی شد مرا شما خوب هستید امک جون چی شد مرا شد امک جون تیسی حقیقی منم رسلی حقیقی منم رسلی حقیقی یکترم میکشم یک لحظه این همون داموله دیوانه نیست مگر ایست نگرست با تو گفتم ایست رهایت نمیکنم رسلی حقیقی منم دست و پایتان را میشکنم نزدیک نبیاید دست و پایتان را میشکنم دامولای دیوانه در زندگیم یک طفوله داشتم اما هم درید ایستا تو با اون طرف کراتیسی حقیقی آمد رسلی حقیقی منم های دستی با یکان کس گریختگی نیست موشای تای زمین میابم چشم من دیسی چشم های خواب تیز های مردک بس میدم ای دهنم پر آمد بس مونده شدیم این آدم کجا شده؟ یا خدایا این آدم یک و یک بار گم شد مثل که زمین کفید و این دیوانه در آمده رفته گم شد یا خدایا اینقدر تیز دویدم
معلوم که این دیوان از من هم تستر میدوید است. با فکرم دوپینگ زدگی بود. رفتم بیگ بورگر پیپسی. قرار محکوم زهرا شنلی ملی شنلی را برای قصداً تله ندادنش 6 ماه حبس یا اینکه به همین موافق 10,000 لیره جریمه سپردن حکم میبرارد. این خیلی کور می شود مگر منو کشتن خواست مخیر. شما طرفدار کی هستید؟ ای ملیس این چه گپ است؟ مثل که نشونیدیم. البته که طرفدار تو هستیم. خیر عزیزم همش گذشت. همه چیز مثل میخواسته همون شد. باز اگر اینها رو خواندار کنیم بعد میخوریم و میگردیم. همهش میشود سمی. هیچ پروا نکن. زنگم زدن مهم است بخشش. لبه همکار چی شد؟ گوش کن پیشه که میگویم که این گرد احمد را از اینجا گرفتن خیری میکنه است. تو پروا نکن یگان خیل کرده حلش میکنیم. زهرا جان یک بار دیگر تبریک میگم. رحمت سمی جان. تبریک میکنم جانم. رحمت ینگا جان. این خیل باشد تا بازی زهرا جان. تا بازی جانم. تا باز دید. سمی این دختر باز نقشه دارد تعقیبش میکنی. شد اوچه جان. ای سمی اوچه جان از کجا بر اومد؟ بسیار گپ نزن. پیش درو رفته. خوشم میآید آخه. خوشش میآمده از باز. با تو میگویم پروا نکن این کار رو همیشه حل میکنم. آرام باش. تمام من میآیم پروا نکن. جانم جشن میگیریم؟ البته جشن میگیریم اما از مکتب زنگ زدن یک کاری مهم برآمده است باید روم. مایلش جانم میدانم که کار تجاری بوده است هیچ گپ نه. رحمت برای فهمیده در کردنت. خیر تا بازی عشقم. خواهیم دید چی بوده از کار تجاری تو. بفرمایید تشخیص شما. پروا نکنید کسی سوخته بودنشون نمیفهمد. بهترین این باشد بقیه کارت. تشکر زیاد. روز بخیر. مرحمت. اگر به ما نگویی که به این خانومی که پیشتر در آمده بود چی دادی روزت بد می شود. زود باش مثل که به توی بهروز میرفته باشه. بسه یا خدایا برادر داد نزن بر آمدن میرویم آخه. اگر باز به جنایت دست زنی تو رو مف میکنم کلتکیل است. کنان دیوانه شمشیر چوبی را پگه میبینی. تو رو به این پارا میکنم. تو رو یک طرفه کنم با اونو از دستت خلاص میشود. بعد عشقش را با من اقرار میکند. آنها این زهرا نیست مگر؟ آها ینگا جان تو اینجا چیکار میکنی؟ مثل که اینجا قراولی دارد. تو زن است یا دتکتیو معلوم نیست. باز در پشت خانه منتظر است. خیر من گویا او رو ندیدم. این شفقت بود؟ خوب شد که مرا ندید. اگر میدید در حال خبر میکشید. میکروب. برادر شما با کجا میروید؟ زهرا در پشت در است. در پشت در است؟
дар даруни мошин чишмош билоқ баромадаги ҳамин тараф нигоҳ дорад. ман гуфта будам ку ин духтар дигар ба ту бовар намекунад. акнун чӣ кор мекунем? چه خیلی چی کار میکنیم؟ از پس میبرایم از بالکن. شوکت تو اینجا 1 ساعت ایستاده بعد از 1 ساعت چراغ‌ها را خاموش میکنی. زورا فکر کند که خواب رفتیم. آزاد است کرد. مسخره بازی را بس کن. آشنای من روی تو باری آشنا سیاه ارتیست خدا زنه تو باری آشنا را. سوخته نیست البته سوخته است. ای سمی البته سوخته است وای زن گفت کو ها درست. اوه چی خیل اینها خونه‌دار شدند؟ نه جانم این سوخته است ملیس سوخته کاری کرده است یعنی منتاژ است این منتاژ کرده است یعنی درست منتاژ است چون که ملیس از زهرو نفرت دارد برای همین عقلش رو خورده است. ای سمی شرمنده میشوم این کار خطرناک شده ایستاده است من باید ملیس رو صاحبی کنم فهمیدی صاحبی باید کنم